میخواهم برای شما جواب این سوالها را پس گردانم. در برابر آمدن یک برادر از من یک سوال کردن که آیا آدم می تواند که گوید که پروردگارا مرا هلاک کن؟ الحال یک برادرمان از دوشنبه بوده است، از ما سوال کردن که راستی بار از همین حیات بیزار شده. همین حیات برای من دیگر هیچ لذتی ندارد. وقتی میبینم اینقدر فحش فاحشگی، اینقدر رسوایی، باور کن گفت همین دنیا برای من تنگ است. نمیخواهم که در همین حیات باشم. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلند، گای مرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، به مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و روغنی که به صدها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حیف عمری که همه در پی غفلت گذرد. حیف عمری که همه در پی غفلت گذرد، به گرفتاری دنیا و به کلفت گذرد. خوش همان عمر که در صحبت مردان خدا، با خداجوی و به هر اهل محبت گذرد. به زبان ذکر و به دل فکر شهودی ذاتش، به زبان ذکر و به دل فکر شهودی ذاتش، به حضور دل و در گرمی صحبت گذرد. دل به آگاهی و تن قائم محراب سجود، دل به آگاهی و تن قائم محراب سجود، این چنین تا دم آخر به عبادت گذرد. خدای مهربان چگونه ای که فرمودی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مراد از پیدا کردن عالم جن، مراد از پیدا کردن این عالم انسان، پروردگار میگوید این است که باید سری تسلیم در ذات من داشته باشد، باید که با عبادت من باشند. از این جهت ما بندگان تو به سوی تو دست برداریم و دعا میکنیم که خدای مهربان این عمری که برای ما مقدر گردانیدی، این عمر ما را به عبادتت به انجام برسان و خدای مهربان ما را از نافرمانیت نگه بدار. خدای مهربان برای ما چنان قوت نصیب بگردان که همیشه با تمامی اعضایی که در بدن داریم ذکر تو را، عبادت تو را انجام دهیم. و خدای مهربان در برابر همه این عبادت هایی که ما انجام میدهیم، خدایا اجرش را، ثوابش را برای ما نصیب بگردان. خدایا این عبادت هایی که ما انجام میدهیم، این عبادت های ما را ضایع مگردان. خدایا محبت خودت را، محبت حبیبت را،
محبت اسلام و قرآنت را خدایا در دل ما بندگانت باز هم زیادتر جایگیر بگردان. خدایا ما را و فرزندهای ما را توفیقمان را زیاد و فرزندهای ما را هم خدای مهربان اهل هدایت بگردانی. و خدایا از جمعه تا جمعه آن سهو و لغزش هایی که از ما سر زد به احترام این روز جمعه خدایا همه یکیش را مغفرت بگردان. خدایا این دولت تاجیکان را آباد بگردان. خدایا معرفت اقتصاد این دولت ما را خدای مهربان بلند بگردان. خدایا صلح و آسایشتگی و یکدیگر فهمی را در این تاجیکستان ما برقرار و بردوام نگه بدار. و خدایا رئیس جمهور ما هم که برای بهبودی این ملت تاجیک، برای این مملکت تاجیکان سعی و کوشش ها دارد، خدایا ایشان از همه آفت ها در حفظ و امانت نگه داری. آمین و رب العالمین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. حبیب خدا میگوید تعجب آور است، در حیرت میارد، گفت پیغمبری خدا، عملهای مؤمن که همه عملش از برای او خیر است. لیس ذلك لأحد الا للمؤمن. همه این امتیازها پیغمبری خدا گفت فقط و فقط برای مؤمن است. چگونه؟ این اصابته سراء شکر فکان خیرا له و این اصابته ضراء صبر فکان خیرا له. رواه مسلم. حبیب خدا گفتن بینید، گفتن عمل مؤمن را که هر وقتایی که یک خرسندی بالاش آید، یک شادی بالاش بیاید، یک دولت بالاش بیاید، خلاص یک فراحمی و یک شادی وقتی او را فرا میگیرد و شکرانه به سوی خدا میکند، پروردگار باز نعمتش را بالای این بنده زیاد میکند. هر وقتایی که میگوید ضرر بالاش آمد، باز در این ضررهای می آمدگی صبر کند. اینم گفت برای مؤمن خیر است، اینم برای مؤمن نیک است. الحمدلله که ما طی این 3 جمعه در باب صبر در مصیبت و صبر از معصیت با شما صحبتی داشتیم. فقط در آخر همین قید کردنی هستم که هر مصیبتی که بالای شما می آید کاری کنید که با طریق اسلامی، با طریق آن چیزی که قرآن ما، احادیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت می کند ما انجام دهیم. انشاءالله در این مصیبت هامان ما و شما ثواب خیلی زائد را از خود می نماییم. لیکن وقتی که اگر در مصیبت هامان ما نوحگری و ما داد و فیغان و ما ناراضگی را اگر بیان کردن گیریم، این حالت ده هم مصیبت زده هستیم، هم دویم دری که مصیبت بالای ما هست این است که ما از اجر این مصیبت، از اجر این بلا بی نصیب می شویم. النائحة اذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران. حبیب خدا میگوید هر یک شخصی که نوحه میکشد در روز مصیبت، داد میگوید، فیغان میگوید، مقصد آب چشم کردن، غمگین به دل شدن، اینها در اسلام زلل ندارد. لیکن وقتی آدم با زبانش هر یک کلمه های بیجا و نادرسته تکرار میکند، حبیب خدا گفتن روز قیامت اگر توبه نکرده این گونه شخص از دنیا گذرد، تقام یوم القیامت علیها سربال من قطران.
حبیب خدا گو یک لباسش می پوشانند در روز قیامت، یک لباسی هست که لباسی از سرب است یا از چیزی سیاهی که تیز می سوختگی هست. حبیب خدا گفت این لباس در بدن این نوحگر می پوشانند و این لباس آتش می زنند در بدن همون انسانی که در دنیا با زبانش در حالتهای مصیبت و بلا کلمه های بیجا و ناجا گفته بود. از این خاطر ما و شما باید کار کنیم از جمله اینها نباشیم، کار کنیم که در هر یک مصیبتی که به سر ما می آید ما بدنی صابر داشته باشیم، ما دلی بیدار داشته باشیم، ما شکر کننده به سوی پروردگار ما باشیم. ان شاء الله ما و شما از اجرهای این مصیبت ها البته با نصیب می شویم. و صبر از معصیت این چی معنا دارد؟ حبیب خدا میگوید رجل دعته امرأة ذات حسن و جمال فقال اینی اخاف الله. صبر از معصیت چیست؟ شما الحال قادر هستین که نماز نخوانین، دارین قدرتی که نماز نخوانین، دارین قدرتی که به نماز جمعه نآیین، دارین قدرتی که در مسجد نماز تان نخوانین، دارین قدرتی که این روزها شما دختر بازی کنین، دارین شما قدرتی که امروز عرق نوشی کنین. همه این گناه ها را امروز شما قوت دارین که انجام دهین، لیکن در برابر این قدر معصیت شما صبر دارین. صبر میکنین و به سوی این گناه نزدیک نمیشوید. اینا میگن صبر از معصیت. حبیب خدا گفتند رجل دعته امرأة ذات حسن و جمال فقال اینی اخاف الله. 7 طایفه در روز قیامت در زیر عرش پروردگارند. یک کسی همون کی هست؟ مردی هست که یک زنی صاحب جمال، یک زنی صاحب منصب فریاد میزند او را که بیا همراه من باش، بیا کام دل مرا برار. این مرد چی میگوید؟ اینی اخاف الله. در برابر این زن جواب این مرد چیست؟ من از پروردگارم میترسم. مقصد من همراه تو هیچگاه یک جایه نمیشوم. اگرچه تو منصب داری، اگرچه تو دولت داری، اگرچه تو بی نهایت حسن خوب داری، لیکن من از پروردگارم میترسم. انا اینا میگن صبر از معصیت دارد قوتی که با او یک جایه شود، لیکن قدم نمیزند، صبر میکند تا که در گناه نزدیک نشود. شما هم باید که در هر یک گناهی که قدرت دارین انجامش دهین. وقتی صبر برای خودتان پیشه میکنین ان شاء الله پروردگار همراه شماست و برای شما مکافات خیلی کلانی را نصیب تان میکند. امروز که خیلی سوالهای زیاد چی در نزد من و چی در خانه وجود دارد، میخواهم برای شما جواب این سوالها را پس گردانم. در برابر آمدن یک برادر از من یک سوال کردن که آیا آدم میتواند که گوید که پروردگارا مرا هلاک کن؟ الحال یک برادرمان از دوشنبه بوده است، از ما سوال کردن که راستی بار از همین حیات بیزار شدم. همین حیات برای من دیگر هیچ لذتی ندارد. وقتی میبینم اینقدر فحش فاحشگی، اینقدر رسوایی، باور کن گفت همین دنیا برای من تنگ است. نمیخواهم که در همین حیات باشم. شاید که از حساب اینها من هم در یگان گناه مبتلا شوم. گفته با این مقصد میخواهد که دعا کند که خداوند جان او را قبض کند. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگوید ای برادر عزیز گوش انداز، لا یتمنین احدکم الموت لضر. شما هیچگاه
حبیب خدا گفتن آرزو و تمنای مرگ نکنید للضرین، اگر چنده که ضررهای خیلی زیاد بالای تو آمد، شاید که تو دولت خیلی با قوت داشتی، امروز تو گدا شدی، این ضرر است. شاید تو صاحب فرزندای زیاد بودی، صاحب زنی خوب بودی، اونا از دست تو برآمد رفت، اینم ضرر است. شاید که پدر و مادر تو از حیات گذشت، شاید بهترین فرزند تو خداوند جانش قبض کرد، همه اینا ضرر هستند. حبیب خدا میگوید، یا اینکه این برادری که امروز میگوید در این خیل جامعه برای من حیات بردن خیلی مشکل است، اینم گویم یک ضرر برای اون برادر است. حبیب خدا میگوید لا یتمنین احدکم الموت لضر، شما حقوق ندارین ای بندگان خدا که مرگ آرزو کنید، حقوق ندارین. برای شما پروردگار چنین شرایط نداده است که تو گویی ای پروردگار جان مرا قبض کن، من از این حیات بیزار شدم، خدایا جان ما بگیر، این تو حق نداری. زیرا که حیات این خودش به نهایت نعمت کلان است، این حیات بسیار نعمت قیمت است. گفتی حضرت صوفی علیار خدا رحمت و مغفرت چون کند، نفسهای تو هر یک در نایافت، هر یک نفسی که الحال تو میکشی، هر نفسی که داخل میدراری، اینا به منزله در هستند. میگه در میدانی همون بریلیانتی که میگویند که شاید یک نگینش یک دولت اگر بسنده باشد، یا گویم که از او در قیمتی پستر هم که داشته باشد، هر یک نفسی تو میگوید از بریلیان دیده قیمتتر است. هر یک نفس. امروز ما با قدر نفس نمیرسیم، آزاد برآورده و درآورده استیم، در کدام راه صرف می شود پروا نداریم. حضرت میگوید با دقت باشین، همین نفس‌هایی که تو برآورده ایستاده بسیار قیمتند. نفس‌های تو هر یک در نایافت، برایت گر به فکر و ذکر وحاب. کدام وقت قیمت است؟ کدام وقت بریلیانت از بریلیانت دیده قیمت‌تر است نفسی تو؟ زمانی که اگر همه وقت این نفس‌های تو وقتی میبراید با چی میبراید؟ سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. وقتی با این نفس‌های تو که میبراید، حضرت گفتن این نفس‌های تو بسیار قیمت هستند. نفس‌های تو هر یک در نایافت، برایت گر به فکر و ذکر وحاب. چرا قدر دری جولان ندانی، به باد غفلت این درها فشانی. چرا به قدر این درها نمیرسی؟ چرا به قدر این نفس حیات نمیرسی که این تو بیهوده در راه غفلت صرفش میکنی؟ از این خاطر حیات بسیار چیزی قیمت است. ما حق نداریم که دعا کنیم خدایا جان مرا قبض کن. لیکن در دوام حبیب خدا چی گفتند؟ فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَاعِلًا. اگر بسیار ضرور شد، مثل این برادری که الحال از من سوال کرد، بسیار ضرور شد که تو دعا کنی که پروردگار جان من قبض کن، تو با این طریق دعا کن. چی دعا کن؟ اللهم احیینی، اللهم احیینی ما كانت الحیات خیرا لی و توفنی اذا كانت الوفات خیرا لی. حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن دعا کن که پروردگارا اگر همین حیات من برای من خیر نباشد، خدایا مرا زنده نگه ندار. یا پروردگارا مرا زنده نگه بدار هر وقتایی که اگر همین حیات برای من حیاتی خوب باشد، اگر همین حیات برای من حیاتی خوب باشد، عاقبت خوب داشته باشد، حاصل خوب دهد، خدایا مرا در همین دنیا زنده نگه دار. و توفنی، خدایا مرا بمیران، اذا كانت الوفات خیرا لی، هر وقتایی که وفاتم برای من خوب باشد، خدایا مرا بمیران. انا این گونه اگر تو دعا کنی، این دعا را حبیب خدا تعلیم کردن، این درست است. حیات بسیار چیزی قیمت است. همین سبب حیات است که ما و شما آمده جمعه میخوانیم. سلام داملای محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم با این سوال من جواب درست
در همین جمعه گویید التماس ضرور است. آیا منکر و نکیر در قبر از مرده پرسش میکنند یا پیش از صلات جنازه را خواندن؟ در آخر در حق من یک دعای خیر کنید. خدا شما را همیشه نگه دارد، توفیق تان خدای مهربان رفیق بگرداند. البته منکر و نکیر انسان در قبر میپرسند. این پیش از صلات جنازه نیست، بلکه بعد نماز جنازه، بعد که ما و شما را در قبر جای میکنند، همون حالت از ما و شما چی میپرسند؟ کیست پروردگار تو و کیست پیغمبری تو و چیست دینی تو؟ وقتی اگر این جوابها را ما و شما گردانیم، خوش به حال مان. که صاحب کتاب میگوید در این حالت صدای میشود که خواب کن مثل خواب عروس تا روز قیامت. چگونه ای که عروس خواب میکند کسی دلاور نمیشود که نه پدر و نه خسر و نه مادر او را از جایگاه خوابش سحر بیدار کنند. این چونین صدای میشود است که خواب کن تا روز قیامت مثل خواب عروس. این صدا را شخص میشنود که اگر در دنیا عملهای نیک داشته باشد، اگر در دنیا اصلاح شده باشد، انشاءالله این صدا را در قبر میشنود. خوش به حال ما اگر عمل صالح و الا عمل صالح نداشته باشیم، قسم به خدا وای به حال ما که چه حالت وزنین ما و شما را در اون قبر منتظر است. وقتی میگوید اذا كانت صالحه، وقتی یک آدم صالحه را، یک آدم خوب بالای همون تابوت که بار میکردند، پیش از آن که در قبر داخلش کنند، ملائکه های رحمت وقتی که این بنده خوب، بنده خدا ترس که بود، جایگاهش پیش از قبر الله که نشان میدهند، بهترین باغها را نشان میدهند که الحال بعد داخل این قبر تو انمین وارد انمین باغ میشوی. وقتی این باغ که میدیده است، بعد از بالای تابوت به سوی همین شخصانی که تابوت میبردارن و به سوی قبر میروند چی میگفته است؟ افسوس که ما و شما گفتی حبیب خدا اگر صدای اونها را شنویم هر آینه بیهوش میشویم، صداشان را نمیشنویم. میگفته است قدمونی قدمونی، تابوت بردارها را، این مرده بالای تابوت، حبیب خدا این حدیثی صحیح است، میگفته است قدمونی قدمونی، درو 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 مرا بالای قبر برین، درو درو مرا داخل قبر برین، زیرا که من باشیشگاه خدا، زیرا که من قدمگاه خدا، من مقام خود معلقه دیدم. لیکن وقتی آدمی اگر باشد، اگر غیر گویم آدمی نادرست و بدرفتار باشد، این چی میگفته است؟ یا ویلها این تذهبون بها، داد میگفته است از بالای تابوت که ای وای به حال من، مرا کجا میبرید؟ ای وای به حال من، مرا کجا میبرید؟ این صدا را آدمی میگفته است که در دنیا از امر پروردگارش دور بوده است. از این خاطر برادر عزیز، سوال منکر و نکیر این وقتی که در داخل قبر ما و شما میدرویم، انا همون زمان از ما و شما سوال میشده است. مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. از بالای قبر جانی که 60 سال 70 سال در وجود ما بود، از بالای قبر همون جسد ما و شما را نگاه میکرده است. حضرت مولوی میگوید چی میگفته است؟ اگر جسد ناپاک باشد، اگر جسد از خدا نمی ترسیدگی باشد، با این جسد این جان چی میگفته است؟ مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. می نگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم برخیش. تو کار کردی در دنیا که تو نه صحبت داملا گوش کردی و نه صحبت عالم گوش کردی و نه به قرآن تکیه کردی و نه به حدیث پیغمبر رو تکیه کردی. چنان عمرت با یک تاریکی و سیاهی گذرانیدی که الحال تهدید پروردگار است. میبینی که حال تو و حال من چی میشود؟ تهدید از طرف پروردگار است. الحال تو هم مانده میشوی، تو هم در عذاب هستی.
منم از پشت تو در عذاب هستم. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت؟ تو جسد بودی که همیشه برای بهبودی اولاد و اجداد و خاند مهنت داشتی، لیکن برای آبادی قبر قیامت هیچ کوشش نداشتی. الحال میبینی که با تو چی معامله میشود. السلام علیکم داملای عزیز. آیا در تلفن ها آیت قرآن میگذارند جایز است یا جایز نیست؟ بخشش داملای عزیز. برادرای عزیز، در همون تلفن هایی که ما و شما داریم آیت قرآن نگذاشتن بهتر است، زیرا که آیت قرآن البته به همه ما و شما معلوم است چه قدر کلانی دارد. وقتی ما و شما شاید در یک معرکه های گویم شخصانی می نشینیم که به قدر آیت قرآن نمی رسند، شاید وقتی صدای قرآن از تلفن ما و شما صدا دهد، اونها در برابر این یگان سخن گویند که چی ملال تو شود و چی گویم که خیلی خاطرهای تو پریشان شود، چی یک ملالی گویم در وجود تو پیدا شود. این گونه شخصیت ها هم زیاد هستند که آیت قرآن گوش کردن در طاقت ندارند. از این خاطر بهترین صورتش همین است که ما و شما همون گویم نغمه هایی که در تلفن ها خودشان وجود دارند، اونا به ساخته ما و شما نیستن آخر. از این خاطر اونا به خواهش ما هم نشده است. برای همین همون گویم نغمه ایش که عادی هست و گویم که خاطر آدم مشوش نمی کند، پریشان نمی کند، همون عادی ترج در گذارینش، همون باکی ندارد، گناهی نیست. لیکن این نغمه هایی که امروز باور کن بعضی جوانا را میبینی در تلفن ها حتی صدای دشنام ماندگی هست. دشنام چه با طریق زبان های روسی و چه با طریق زبان های انگلیسی دشنام ها ماندگی هستند، همون گوش می اندازند.